دیلدوکونی؟ نه، این یکی غذای ترکیه و بهش میگن قارنیاری. میدونی مال کدوم شهره و معنیش چیه؟ طرز تهیهش که اینجوریه که پیاز که طلایی شد سی رو باهاش یه همی بزنین و گوشت چرخ کرده و ادویه ها رو در حد تغییر رنگ گوشت تفت بدین. بعد رب گوجه رو توش سرخ کنین، پوره گوجه بریزین و یه دونه هم فلفل سبز تند و جعفری. حالا تا مواد جا بیفتن بادمجونا رو پوست بگیرین، نمکی کنین، بشورین، خشک کنین و سرخشون کنین بذارین کنار. یه سس خوشمزه هم میخوایم که ترکیب رب گوجه و رب انار و نمک فلفل و آبه. تا به جوش بیاد خیلی آروم شکم بادمجونا رو باز کنین، با مواد گوشتی پرشون کنین و بذارینشون توی سس که بپزن و جا بیفتن. به. حالا به نظرتون تفاوت دیلدوکونی و قارنیاری چیه و کدومشون خوشمزه تره؟ آفرین بهنام.